یه روز خیلی سخت بود. اون روز خیلی مراجعه کننده دیده بودم. همینطوری که نشسته بودم و پشت میزم چاییم رو میخوردم، صدای تق تق در به گوشم رسید. در رو باز کرد و وارد شد. یه خانمی حدود 30 ساله به نظر می رسید که یک روسری مشکی هم بر سرش داشت، منتها روسری بود که فقط تا فرق سرش رو پوشونده بود. رفتم به سمتش، رفتم به استقبالش که بهش خوش آمد بگم، ولی بی توجه به استقبالی که من به سمتش رفته بودم اومد وارد اتاق شد و گوشه مبل نشست. همینطور که نشسته بود به نظر می رسید که خیلی تنش داره، مدام پاهاش رو تکون میداد و یه ذره که بیشتر دقت کردم دیدم که پوست لبش رو داره میکنه. سکوت کردم، صبر کردم که اون شروع کنه و اون سکوت رو بعد از چند لحظه مرگبار شکوند و گفت خانم دکتر احساس میکنم به آخر خط رسیدم. نگاهش کردم. دختر 30 ساله‌ای به این جذابی و دختری با اون استایل لباسی که پوشیده بود که یک لباس فوق‌العاده خاص بود که توجه هر بیننده‌ای رو در نگاه اول به خودش جلب می‌کرد، چطور ممکنه که در سن به این پایینی، در اوج جوانی، در اوج زیبایی به ته خط رسیده باشه؟ داستان از چه قرار بود؟ شروع کرد و خودش رو معرفی کرد و من بهش گفتم که میدونم که حتما سختی خیلی زیادی کشیدی و من در کنارت هستم که امروز با هم دیگه ببینیم که چطور میتونیم که به تو کمک کنیم و چطور میتونی که از این وضعیتی که احساس میکنی به ته خط رسیدی نجات پیدا کنی. شروع کرد به صحبت. گفت 28 سالم بود که ازدواج کردم، ازدواجی که 8 ماه بیشتر طول نکشید و طلاق کشیدم و طلاق گرفتم. گفتم دوست دارم که داستان جداییت رو بدونم. گفت قبلش باید به هم قول بدی که تو اون کاری رو نکنی که درمانگرهای دیگه با من کردن. من دوست ندارم نصیحت بشنوم، من دوست ندارم که به هم فقط بخوای انگیزه بدی و کارهای انگیزشی بکنی. تا حالا بشه چند تا درمانگر رفتم، چند تا روانشناس رفتم، ولی حال بد من تغییری نکرده. ولی الان در نقطه‌ای هستم که همه مردها رو بد و کثیف بهشون نگاه میکنم. در نقطه‌ای هستم که اصلا فکر میکنم با وجودی که طلاق گرفتم، جدا شدم از همسر خودم و همچنان قلبم یه زمانهای براش میتبه، دلم براش تنگ میشه، همچنان احساس میکنم دوستش دارم، ولی نمیتونم باور کنم که چه موجود کثیفی بود. و میدونی چیه خانم دکتر؟ مردها همه سر و ته یک کرباس هستن، مردها همشون شبیه همدیگه هستن. این رو که بهم گفت، بهش گفتم که دوست دارم که بهم بگی که دقیقاً از دست من چه کمکی برای تو ساخت است. و بهم گفت خانم دکتر دوستم شما رو پیشنهاد کرد. بهم گفت که اون هم بعد از جداییش پیش شما اومده و شما یه کاری که انجام میدی براش انجام دادی، رابطه‌اش رو تحلیل کردی. دوست خوب من، آنالیز رابطه کاری هست که ما درمانگرها وقتی که هر رابطه‌ای تمام میشه و آدم‌ها در مرحله گذار هستن، در مرحله استراحت هستن قبل از اینکه وارد رابطه بعدی خودشون بشن، این کار ما باید انجامش بدیم به این دلیل که فرد متوجه بشه که در اون رابطه چه اتفاقاتی افتاده. ببین ما در هر رابطه‌ای که وارد میشیم یک نسخه از خودمون رو میبریم و وقتی که از اون رابطه خارج میشیم نسخه ما تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما در هر رابطه‌ای که وارد میشیم بخشی از وجودمون رو در اون رابطه جا میگذاریم و بخشی از اون آدم رو با خودمون به همراه میاریم و اینه که وقتی که ما از اون رابطه خارج میشیم دیگه اون فرد قبلی نیستیم. و ایشون هم اومده بود که رابطه خودش رو تحلیل کنه. توی تحلیل رابطه ها من متوجه میشم چه پترنی دارم، چه الگویی دارم که هی داره تکرار میشه. توی تحلیل رابطه ها ما متوجه میشیم که اگر یک رابطه به بنبست کشیده شد، اگر یک رابطه به آنچه که من دوست داشتم و دلم میخواست کشیده نشد،
این وسط چه مشکلاتی از طرف اون بود، چه مشکلاتی از طرف من بود و یا احتمالا چه نکاتی هست که ممکنه وجود داشته باشه که هم حالا اون رابطه خوبی، هم اون آدم خوبی، هم من آدم خوبی هستم، ولی ما به لحاظ ویژگی‌های پرسونالیتی یا ویژگی‌های شخصیتی به هم دیگه نمیخوریم. گوشش دادم و گفتم که دوست دارم که داستان جنسی، داستان زندگی تو، داستان عشق تو رو بشنوم. من در اتاق درمان بارها با این مواجه شدم، با زوجهایی که میان و شروع میکنم به صحبت کردن و هر کسی سعی میکنه که با حرافی‌های زیاد اون طرف مقابل رو 100% مقصر ماجرا بدونه و این جمله رو من خیلی زیاد شنیدم که هنگامی که روابط به بحران کشیده میشه، به بنبست میرسه، هنگامی که آدم‌ها میان که مشاوره طلاق بگیرن، من این جمله رو به کرات شنیدم که همش تقصیر همسرمه. یعنی یک جورهایی به شکل نامنصفانه و به شکل ناجوانمردانه بدون اینکه سهم خودش رو در اون به بنبست رسیدن روابط بخواد تحلیل بکنه، فقط طرف مقابل رو مقصر داستان میدونه و تلاش میکنه مانند اینکه انگار در یک میدان نبردی داره مبارزه میکنه، فقط تلاش میکنه که پیروز میدان مبارزه باشه. این بار خانمی تنها پیشم اومده بود، این بار با همسرش نیامده بود، ولی جالبه برای من نگرش ها همون نگرش هایی بود که من معمولا در زوج درمانی باهاش روبرو میشم و همیشه سعی میکنم بدون سوگیری، بدون قضاوت، بدون جانبداری و بدون طرفداری از خانم یا آقا، فقط اون داینامیک ها و فرآیندها رو نگاهش کنم و متوجه بشم که کجای داستان این ارتباط مشکلات از خانم بود و کجای این داستان از آقا. بنابراین گوش جان سپردم به آنچه که مراجعه کننده عزیزم تینا، البته اسم مستعارش هست، شروع کرد از داستان زندگیش به من گفت. میدونی چیه؟ قبل از اینکه این داستان خیلی جالب رو بخوام برات تعریف کنم، میخوام بهت بگم که مراقب باش که تو در این تله نیفتی، مراقب باش تو در این دام نیفتی که من پاک و مقدس و اون تقصیرکار، اون کثیف، اون پلید. من بسیار دیدم در جلسات که خیلی از وقتها فردی که ادعا میکنه که حتی تمام تقصیرات بر گردن طرف مقابله، حتی دلیل اون بحران و مشکلات متهم درجه یکش خودشه. و بیاین در این شبهایی که در کنار همدیگه هستیم، بیاین در این لحظاتی که در آرامش و سکوت داریم گوش جان میسپاریم به این آموزش های ناب علمی، اندکی خودآگاهی خودمون رو بیشتر کنیم، اندکی بیشتر در درون خودمون فرو بریم. همه ماها یک ملاک قضاوت درونی داریم، همه ما چیزی داریم به نام کانسایس به عنوان وجدان و همه ماها اگر با خودمون خلوت کنیم، اگر با خودمون آرام بگیریم، تماس راحت‌تری میتونیم برقرار کنیم با اون ندای درونی وجود خودمون، با اون خرد برتری که در ما وجود داره. تینا شروع کرد به صحبت کردن و ماجرای داستان عشقیش رو گفت. مردی که عاشقش بوده، مردی که ویژگی هایی داشته که مورد نظر اون بوده و چقدر بهش ابراز عشق و علاقه میکرده تا اینکه با هم ازدواج میکنن، ازدواج ناکامی که متاسفانه بیشتر از 8 ماه طول نمیکشه. داستان طولانیه ولی من این تیکه رو میخوام امشب تحلیلش کنیم با توجه به موضوع لایومون که در یک جایی گفت که وقتی که ما با هم دیگه رابطه جنسی داشتیم، وقتی با هم رابطه زناشویی داشتیم، اولین روابط خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه یه زمانی به من گفت که تینا میتونم یه چیزی ازت بخوام، و این شبی بود که ما یک شب عاشقانه و رمانتیک رو در اتاق خواب خودمون داشتیم با هم دیگه سپری میکردیم و تینا به وجد میاد میگه آره عزیز دل من خیلی دوست دارم و چه از من میخوای. و زمانی که اینها با هم دیگه در حال رابطه جنسی بودن، همسرش برمیگرده بهش میگه که میشه که ما یه چیزی رو تجسم کنیم، میشه یه چیزی رو خیال پردازی کنیم و این رو در حین یا همون همزمان سکس با تینا در میون میذاره و تینا میگه که خب چه چیزی رو باید تجسم کنیم
و همسرش بهش میگه که حالا که ما در واقع رابطه جنسی معمول داریم، ولی من میخوام که این تجسم ذهنی رو داشته باشم که ما داریم یک رابطه مقعدی با هم دیگه برقرار میکنیم. این رو که میگه تینا به شدت به هم میریزه، بلند میشه، اتاق خواب رو ترک میکنه و بعد همسرش میاد دنبالش، شروع میکنه به دعوا کردن و میگه که تو یه همچین تصورات به این کثیفی داری، من حتی در رویاهای خودم، در تخیلات خودم نمیتونم به یه همچین چیزی فکر بکنم و تویی که این رو در ذهن خودت داری، حتما اول داری میگی، حتما اول داری با من به اشتراک میگذاری که بعدن این رو عملیش بکنی و این میشه شروع یک جنگ و دعوا و ناراحتی و اوقات تلخی خیلی بزرگ میان تینا و همسرش در مورد اینکه اصلا تو آدم کثیفی هستی، تو آدم پلیدی هستی. اگر من میدونستم که تو چنین افکاری داشتی، میان اون همه خواستگار، میان اون همه طرفدار، من به هیچ عنوان تو رو انتخابت نمی کردم. دوست خوب من، امروز میخوام در این جلسه در مورد سکشوال فانتزیا یا فانتزی های جنسی صحبت بکنم. فانتزی هایی که خیلی معمول هستن ولی در فرهنگ ما به عنوان یک تابو شناخته میشن. این خیال پردازی های جنسی واقعا خوب هستن یا بد هستن؟ اصلا خیال پردازی های جنسی چیه؟ خیال پردازی های جنسی همونطور که از اسمشون برمیاد این هست که فرد برای اینکه تحریک جنسی بشه یا برای اینکه به اوج لذت جنسی برسه، میاد در ذهن خودش یک خیالاتی رو ایجاد میکنه. خیال پردازی یعنی چی؟ یعنی یک سناریوی خوشایندی رو مینویسه، آنگونه که خودش دوست داره خلقش میکنه، آنگونه که لذت میبره اون سناریو رو در ذهن خودش میآفرینه. حالا یه وقتی هست که ماجرا به همینجا ختم میشه، یعنی فقط یک خیال پردازی ذهنی. یه زمانهای دیگه این خیال پردازی ذهنی به شکل یک داستان پر آب و تاب در میاد که حالا گاهی اوقات آدم ها خیال پردازی ها رو پیش خودشون نگه میدارن فقط در ذهن خودشون، گاهی اوقات این رو به شریک جنسی خودشون یا همسرشون هم انتقال میدن و یه وقتایی هم هست که میخوان این خیال پردازی های جنسی خودشون رو عملی کنن و در بعضی از موارد هم این خیال پردازی ها به این صورته که فرد فقط یک عنوانی رو میگه و از شریک جنسیش، از مخاطبش، از همسرش این درخواست رو داره که اون موضوعی رو که عنوان کرد حالا مخاطبش بیاد در موردش داستان سرایی کنه، یعنی اون بیاد فانتزی ایجاد کنه، اون بیاد خیال پردازی ایجاد کنه. امشب میخوام 0 تا 100 این که این فانتزی ها سالم هستند یا ناسالم هستند، شایع هستند یا ناشایع هستند، چی کار بکنیم، کدوم یکیاش خطرناک هستند، از کجا بفهمم که همسرم چنین فانتزی هایی داره، اصلا توی سکس ازش کمک بگیرم یا مخربه یا چیکار کنم. میخوام 100% یا 0 تا 100 اینها رو که مبتنی بر شواهد تحقیقاتی علمی هست برات شرح بدم. قبلش یه چیزی بهت بگم که شاید تعجب بکنی و اون این که یک زوج درمانگر و سکس تراپیست خیلی معروف تحقیقاتی کرد روی تعداد زیادی، روی نمونه های زیادی از آدم ها که تقریبا یه تحقیقی بود که روی 1400-500 نفر شد. بچه 1400-500 نفر برای یک تحقیق علمی خیلی کار سختیه، چون تحقیق علمی خیلی معرفه ها رو باید در نظر بگیریم. هر آدمی رو نمیتونیم ما وارد پروسه تحقیق و پژوهش کنیم. حالا یک ملاکایی هست که ملاکایی که وروده، یک ملاکای خروج، یعنی هر آدمی رو نمیتونیم، یه عالمه باید ملاک رو تیک بزنیم و بنابراین این تحقیقی که شد یک تحقیق علمی با نمونه خیلی بزرگه و به این نتیجه رسید. به شکل خیلی خلاصه اگر بخوام بهت بگم اینکه آدم ها یا دارای فانتزی های جنسی هستن و یا دروغ میگویند که دارای فانتزی های جنسی نیستن و این خیلی مفهوم مهمیه، این خیلی دیتای قابل ملاحظه، یعنی بیشتر ماها این فانتزی های جنسی رو داریم. حالا اینکه متن و محتواش چی باشه این رو امشب در موردش صحبت میکنیم که این خیال پردازی ها روی یک طیفی هستن، از سالم تا ناسالم. خب پس اگه ما میگیم روی یک طیفه، روی یک پیوست داره، پر واضحه که در اون قسمتی از
این پیوستار که فانتزی های سالم قرار میگیرن، فانتزی های خیلی سالم هستن، مثلا ممکنه خیلی سالم باشه، حالا همطوری کمتر سالم تا برسه به حد متوسط، تا برسه به اون سر پیوستار که فانتزی های ناسالم و مخربی هستن که حالا اون طرفترش میشه اختلالات روانی یا اختلالات جنسی که امشب میخوایم در موردش صحبت بکنیم. پس بنابراین تا آخر این لایو حضور داشته باش اگر احساس میکنید که این میتونه که مفید باشه برای دیگران، برشون ارسال بکن و این فلشی که اینجا هست رو بذار که آگاهی رو گسترش بدیم. ما میخوایم تابو شکنی جنسی کنیم. اگر که لایو دیروز رو نگاه نکردی حتما برو نگاه کن. اونجا من یک تابوی جنسی رو شکوندم به نام بادی شیم یا شرم و خجالت از بدن. میدونی مشکل چقدر آدم هاست؟ میدونی بعد از اون چقدر ها آمدن توی دایره چه مسائل رو مطرح کردم؟ حالا خیلی جالبه، من مثال هایی که در لایو قبلی گفتم در مورد ترس از بدن یا شرم از بدن بیشتر در مورد خانم ها بود. خیلی از آقایون اومدن گفتن که من همین مشکل رو دارم، با بالاتنه خودم ازش خجالت میکشم، یا خیلی ها گفتن که من احساس میکنم که به دلیل اینکه حالت تناسلی من کوچیک هست باید شرمگین باشم. حتی این دلیل باعث شده که من نتونم تا الان خواستگاری برم، خجالت میکشم. و خیلی جالبه چون بیشتر اینهایی که من میخوندم یه چیزی رو بهت بگم، دلیلش جهل جنسیه، ناآگاهی جنسیه. بچه ما اطلاعات جنسیمون رو از کجا میاریم؟ معمولا از منابع نامعتبر علمی، مثل فیلم های پورن یا مثل آن چیزی که در دوره دبیرستان یا حالا در روزگار امروز که شاید یه مقدارم بچه ها زودتر شروع میکنن توی مدرسه، یه داستان های نادرست غیر واقعی و تمام این تخیلاتی که برای ما ایجاد میشه یا آنچه که در فیلم ها دیدیم یا آنچه که ماهواره تبلیغ میکنه، آنچه که در صفحات مجازی تبلیغ میشه، مثلا برای مثلا در یک فیلم پورن آقا نگاه میکنه مثلا طول آلت تناسلی فلانی اینقدره، یا این همه تبلیغاتی که میشه برای افزایش سایز، همه اینها منجر میشه به اضطراب‌های جنسی، تمام اینها منجر میشه به ترس‌های جنسی، تمام اینها باعث لو پتانسی یا ایمپتانسی، یعنی باعث کمتوانی جنسی یا ناتوانی جنسی حتی در آقایون میشه. خیلی جالبه که اینها اصلا هیچ بیس و اساسی ندارن، دلیلش جهل علمیه که حالا من سعی میکنم که در یه جایی به شکل پرایوت تر، به شکل خصوصی تر در این مورد هم صحبت بکنم و اون آقایونی که میگن چرا فقط لایف ها بیشتر مد نظر شما خانم ها هستن، اصلا به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای هم خانم ها و آقایون مفید هست اگر صبور باشین و این برنامه ها رو که 10 شب 10 لایو فوق العاده علمی رو با هم دیگه میخوایم پیش ببریم، متوجه میشین که مخاطب من هم خانم ها هستن و هم آقایون هستن، هم در مورد مشکلات خانم ها صحبت میکنیم و هم در مورد مشکلات آقایون. در هر حال در لایو گذشته ما یک تابو رو شکستیم به نام شرم از بدن یا بدن بیزاری و در اون برنامه سعی کردم که با یک تمرین بهت کمک کنم که بدن دوستی داشته باشی. بچه ها سال نوه و اگر ما فکرمون رو نو نکنیم، اگر نگرش هامون رو نو نکنیم، سال کهنه با سال نو چه فرقی میکنه؟ سال نو فقط به خرید لباس نو نیست که مهمترین لباسی که برازنده توه لباسی است به نام آگاهی. و در لایو امشب، در برنامه امشب میخوام یک تابوی دیگر رو بشکنم، تابوی فانتزی های جنسی، چیزی که خیلی ها آسیب میخورن ازش، دلیل خیلی جدایی هاست، دلیل خیلی خیانت هاست. امشب میخوام که در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. خب خیلی جالبه در جایی که تینای عزیز به من میگه که مردها همه موجودات به درد نخور و هوسرانی هستند. خیلی جالبه این. من پرونده رو اینجا گذاشتم، البته میگم باز هم تینا به دلیل اینکه یک اسم خیلی مستعار هست، به دلیل اینکه فاش نشه و من برای اینکه این رو با شما هم به اشتراک بذارم از ایشون اجازه گرفتم. و امروز داشتم فکر میکردم پیش خودم که من همیشه
مثلا با موبایلی که داشتم عکس میگرفتم، گفتم خدایا این چقدر تیره است، این چقدر کدره. بعد موبایلم رو عوض کردم، مثلا یه گوشی بهتر گرفتم و باز هم عکس میگرفتم و همیشه به بچه‌ام گفتم که وای، من 2 تا پسر دارم که بزرگ هستم، گفتم وای شما چجوری عکس میگیری، این تکنیک شما منم یاد بدین، چقدر روشنه، چقدر پرنوره. بچه دوم من که کمی شیطون تره یه بار به من گفت مامان مثل آب خوردن میتونی عکس خوب بگیری. گفتم چطوری؟ گفت فقط با یه قطره آب. گفتم شوخی نکن. گفت بده من گوشی تو. گوشی منو گرفت، یک قطره آب ریخت روی لنزش و یه کلینکس کشید لنزش رو تمیز کرد، یه عکس گرفت از همون بطری آب معدنی که اونجا بود و من دیدم واو چه عکس شفافی. خیلی از وقتها هست که نگرش های ما هم کدر شدن، خیلی از وقتها هست که باید نگرش هامون رو سالم کنیم، باید نگرش هامون رو تمیز کنیم تا دنیا رو دنیای واقعی ببینیم و آگاهی های علمی، سواد جنسی درست به ما کمک میکنه که در روابط زناشوییمون نگاه دقیق و درست و علمی و منطقی داشته باشیم به پویایی هایی که قراره که در سکس و روابط جنسی اتفاق بیفته. خب من چی گفتم به شما؟ فانتزی های جنسی پس معنیش یک خیال پردازی آگاهانه است، یعنی کاملا ارادی و کاملا آگاهانه که فرد در ذهن خودش ایجاد میکنه برای اینکه بتونه به لحاظ جنسی تحریک بشه یا برای اینکه در حین رابطه جنسی بتونه لذت بیشتری ببره و به اوج رابطه جنسی برسه. و همونطوری که گفتم این فانتزی ها میتونن روی پیوستایی باشن از سالم تا ناسالم. نمونه خیلی سالمش مثلا مردی هست که حالا که از مراجعین من هم بوده، خانمش البته مراجعه کننده من بود، و مردی هست که مثلا وقتی که میره حالا تاجر میره چین که مثلا پارچه وارد کنه یا هر چیزی، اینجا قبل از اینکه برگرده به خانمش بگه که ببین فلان لباسی که گرفتی رو، فلان لباسی رو تنت کن و الان برای من یه عکس بده، چون من دلم میخواد که این تجسم رو، این خیال پردازی ذهنی رو برای خودم ایجاد کنم که وقتی که برگشتیم بتونیم که یک رابطه جنسی فوق‌العاده و عاشقانه داشته باشیم. و خانمش میگه خب چه کاریه دیگه، میای اینجا من هستم و من رو میبینی و مرد این تقاضا رو میکنه که خب این یک فانتزی جنسی کاملا سالمه. حالا اینو داشته باشین، یه ذره که بریم جلوتر شاید ماجرای تینا باشه. ماجرای تینا اینه که همسرش با خود تینا این خیال پردازی جنسی رو در حین سکس داره، منتها میگه که من میخوام تصور کنم که از این طریق داری با هم دیگه سکس میکنیم، این نوع اینترکورس یا حالا دخول جنسی رو ما داریم با هم دیگه انجامش میدیم، یعنی با همسر خودش، و این رو فقط در تصورات خودش میگه. حالا تا این بره به جایی که آدم هایی که مثلا فانتزی های جنسی دارن که مثلا درگیر یک سکس گروهی هستن یا خیال پردازی های جنسی خشن دارن که حالا بعضی هم هستن که این خیال پردازی ها رو میخوان عملیش کنن که حالا در موردش صحبت میکنیم که این دیگه در طیف ناسالم قرار میگیره. پس لنزی که جلوی نگرش های ما هست رو تمیز کنیم و امشب بدون پیش‌داوری، بدون قضاوت، بدون تجربیاتی که از قبل داشتیم، ذهنیتایی که داشتیم، اونا رو همه رو بذاریم کنار، همه چیز رو بکوبیم و یک نگرش جنسی صحیح در مورد فانتزی های جنسی رو ایجاد کنیم. حیف روابطه که به خاطر این مسئله، به خاطر ناآگاهی خیلی از ماها به بحران کشیده شه، به خیانت کشیده بشه، به جدایی کشیده بشه. ماجرای جدایی تینا از همسرش داستان جدایی بود که میشد جلوش رو گرفت اگر همان زمان به یک سکس تراپیست مجرب علمی مراجعه میکردن و حیف از این رابطه‌ای که اینطوری از هم پاشیده شد. خب اولین چیزی که میخوام اینها رو بگم در مورد فانتزی جنسی، من در مورد انگیزه میخوام صحبت بکنم که اصلا چرا فرد این کارو میکنه، که گفتیم انگیزه چیه؟ لذت بردن بیشتر. یه چیز خیلی مهم رو بهت بگم، همین در نقطه شروع، ببین هر کسی هر چیزی که در ذهنش داره و به تو نمیگه پرایوسیشه، حریم خصوصیشه. آدم ها تو ذهنشون میتونن یه کسی رو بکشن، آدم ها توی ذهنشون هر کاری که بخوان میکنن.
یعنی خیلی از وقتا شده من حتی مراجعینی داشتم که حتی در ذهنش آرزوی مرگ یکی از عزیزانش میاد در ذهنش خطور میکنه. دیگه از این بدتر چی میخوام بهت بگم؟ ذهن ما حریم خصوصی ماست و هر کسی در ذهنش هر خیال پردازی که داره مال خودشه. ما نمیتونیم کنترل کنیم، ما نمیتونیم زیر سوالش ببریم، ما نمیتونیم مجبورش کنیم که به من بگو که در ذهن کثیف تو چی میگذره و زورش کنیم نه جون بابات بگو جون. ما نمیتونیم این کار بکنیم، چون آنچه که در ذهنشه مال خودشه. اگر کسی در ذهنش آدم هم بکشه، هیچ دادگاهی، هیچ محکمه‌ای نمیاد بگه وای تو چرا در ذهنت آدم کشتی، چرا در ذهنت دزدی کردی، چرا در ذهنت آن سکشوال فانتزی، آن خیال پردازی های جنسی رو داشتی. این نکته اولیه که باید در موردش بدونیم. اما نکته دومی که میخوام بدونی اینه که ببین اساسا ذات انسان اینطوریه، ذات انسان اینطوریه که فانتزی ها ایجاد میکنه، خیال پردازی ایجاد میکنه. یعنی مثلا میاد یک سناریوی خوشایند لذت بخش در مورد کسب و کارش ایجاد میکنه که خودش رو اون جایی میبینه که مثلا سالی 1 میلیارد تومان درآمد داره، یا یک فانتزی ایجاد میکنه در مورد حالا رشته تحصیل، مثلا خودش رو به عنوان یک حالا هنوز دانشجوی پزشکی هم نشده ولی خودش رو در رویاهای خودش، در خیال پردازی های خودش به عنوان یک پزشک خیلی موفق میبینه که مانتوی سفید پوشیده و در یک مثلا کلینیک خیلی لاکچری نشسته و داره بیمارهای خودش رو ویزیت میکنه. میخوام بگم که ذهن انسان لایتناهیه، ذهن انسان بی نهایت میتونه خیال پردازی ایجاد کنه و خیال پردازی های جنسی هم مستثنا از این قضیه نیستن. پس چرا این خیال پردازی ها ایجاد میشن؟ ذهن این کارو میکنه. میدونید چیه؟ خیلی از لذت های جنسی هستن که یا مشروع نیستن یا عقل سلیم آدم ها اون رو نمیپذیره یا قابل دسترسی نیستن و هر شرایط دیگه. اینجا ذات انسان اینطوریه که به مثابه و مانند تمام چیزهای دیگه که ممکنه الان در دسترسش نباشه یا هرگز در دسترسش نباشه، هرگز نتونه تجربهش کنه، ذهن انسان میاد و خیال پردازی میکنه. پس خیال پردازی های جنسی کار ذهنه، این ذات ذهنه، این ماهیت انسانی که چنین کاری رو انجام میده. خب پس این نکته رو داشته باشیم، چون میخوام دیسنتسایز بشیم، میخوام حساسیت زدایی بشیم. اگه یه خانم هستی، میدونم همین الان که داری این برنامه رو نگاه میکنی چقدر گارددی، چقدر جبهه میگیری، چقدر دفاعی میشی، ولی اینها رو میگم چون میخوام ذره ذره حساسیتاتو کم کنم، چون میخوام تاب و شکنی کنم، چون میخوام نگرش های ناصحیحی که تا الان وجود داشته و میتونه که یک رابطه جنسی و عشقی فوق‌العاده رو خفه بکنه، به بنبست برسونه، میخوام اینا رو کنار بگذاری. میخوام که نگرش های سالم رو جایگزینش کنی. خیلی جالبه. امروز دقیقاً چند دقیقه قبل از این برنامه یک تحقیقی رو داشتم میخوندم. یه تحقیق خیلی جالب بود. حالا اینجا من نوت برداری کردم که اومدن توی لندن روی یک نمونه دانشجوهای 90 نفری شامل دختر و پسر یه مطالعه رو کردن که ببینن که تم یا محتوای اون بیشتر فانتزی های جنسی که آدم ها دارن چیه. یعنی حالا تو این تحقیقی که اسمش توی یک نشریه خیلی معتبر هم چاپ شده، Sex Difference in Sexual فانتزی، تفاوت‌های جنسیتی یا تفاوت‌های میان زن و مرد در فانتزی های جنسی، یه نتایج خیلی جالبی داده. این نتایج رو اگر بخوام بهت بگم، خود من برایم جالب بود که میگم توی دانشگاهی توی لندن انجام شده. نتایج به چی رسید؟ به این رسید که اولا که از اون 90 تا از اون نمونه 90 نفری تقریبا 80 خورده نفرشون این سکشوال فانتزی ها رو داشتن که حالا یک نمونه تحقیقی بودن که مثلا سنشون از 18 سال تا 26 سال بود، اون نمونه‌ای که روشون این پژوهش رو انجام دادن. بعد حالا چه تفاوتی وجود داشت میان مردها و زنها؟ این بود که توی مردها مشخص شد تم یا محتوای بیشتر فانتزی های جنسی اینه که مرد
یک شخص ثالث، یک نفر سومی رو در ذهن خودش، در خیال پردازی خودش میاره که انگار حالا به شکل‌های مختلف در اون رابطه جنسی مثلا ممکنه که درگیر باشه. ماجرای دومش این بود، تم دومش این بود که اون رابطه جنسی که حالا با پارتنر یا همسر خودش داره توسط یک فرد دیگه‌ای داره تماشا میشه، یا اصلا این فرد داره رابطه جنسی دو نفر دیگر رو تماشا میکنه. حالا شبیه آنچه که ممکنه که در فیلم‌های پورن یا فیلم‌های حالا مستهجن و سکسی هم اتفاق بیفته. و ماجرای بعدی که بیشتر اون فانتزی‌های جنسی مردم بود، معمولاً اون رفتارهای جنسی بود که یک مقدار مثلا ممکن بود که جنبه خشن داشته باشه و در تمام این فانتزی ها مرد نقش اکتیو و یا فعال داشت. حالا بریم سر خانم ها. این همه تفاوت واقعا وجود داره. خانم ها بیشترشون این فانتزی های جنسی رو داشتن، ولی محتوای فانتزی های جنسیشون چی بود؟ گوش کن، خیلی شاید برای جالب باشه. محتواش بوسیدن بود، در آغوش گرفته شدن بود، صمیمیت شدید فیزیکی بود و معمولا هم نقشایی که پسیو بود، یعنی نقشایی که منفعل بود. اینو از این جهت بهت میگم که بگم هم خانوم ها و هم آقایون این خیال پردازی های جنسی رو دارن، ولی معمولا اون تمش، محتواش، اون الگویی، اون پترن یا حالا الگویی که معمولا آدم ها اون فانتزی ها رو ایجاد میکنن میان زن و مرد میتونه که متفاوت باشه. و چقدر خوب میشه که اگر آدم ها میخوان که در واقع این فانتزی های جنسی خودشون حفظ کنن و تو روابط ازش کمک بگیرن، بیان با همدیگه در مورد این فانتزی ها صحبت کنن و به یک نقطه توافق برسن. البته همینجا یه چیز خیلی مهم به شما بگم، این که دارم بهت میگم فانتزی جنسی فقط اگر در اتاق خواب و فقط اگر موقع سکس باشن درستن. اون فانتزی هایی که ممکنه یک مقدار از سالم فاصله بگیرن و به سمت ناسالم برن، یعنی بعد از رابطه جنسی تمام، خارج از اتاق خواب تمام. حالا اینکه چه شرط و شروطی باید داشته باشه که اون فانتزی ها سالم باشن رو توی لایو امشب حتما برای شما میگم. خب ما در واقع 3 تا نکته رو بذار در همین نقطه شروع بهت بگم که باید در نظر بگیری اگر که مواجه شدی با اینکه همسرت یا پارتنرت این فانتزی های جنسی رو داره یا نداره، یا اگر خودت دچار این فانتزی های جنسی هستی. نقطه اول، آیا همیشه برای لذت بردن جنسی، برای تحریک شدن جنسی و یا برای به اوج رسیدن جنسی تو این 3 موارد آیا همیشه تو نیاز به یک فانتزی جنسی خاصی داری؟ اگر این باشه مشکله. یعنی چی؟ یعنی فانتزی های جنسی قرار نیست که در هر بار رابطه با همان تم اتفاق بیفتن، اصلا قرار نیست که هر بار بخوان اتفاق بیفتن. نکته دوم، اینکه تو چقدر میخوای اون فانتزی جنسی خودت رو، اون داستانی که داستان تخیلات سکشوال خودت هست رو چقدر میخوای با پارتنر خودت، با شریک جنسی خودت یا با همسر خودت به اشتراک بذاری. خب اینجا 2 حالت پیش میاد اگر که بخوای به اشتراک بگذاری. یه وقتی هست که پارتنرت این رو قبول میکنه. اگر که قبولش میکنه، بچه یه نکته رو بگم، ما یه سری قوانینی داریم در سکس درمانی، یه سری اصولی داریم. حالا نکته چیه؟ نکته مهم چیه؟ نکته اینه که مثل همه جاهای دیگه در سکس درمانی همینطوریه که اصول ارجح هستن بر قوانین. اصول چیه؟ اصول چیزیه که زوج بر سرش توافق میکنن. بذار من اصلا یه مثال غیر بزنم. مثلا شما فرض کنین که من این آباژورم رو میخوام به شما بفروشم، حالا در بازار مثلا قیمت این آباژور مثلا 200,000 تومانه. اگه من و تو با هم دیگه توافق کردیم که این آباژور رو شما 2 میلیون بخرین،
خب شما دیگه توافق کردین دیگه، 2 میلیون شما هم علم و آگاهی اینو خریدین. در جایی که توافق میکنی، توافق ارجح بر عرف، توافق ارجح بر قانونه. یعنی چی؟ یعنی که شما اینو دیگه خریدی، این توافق کردی. در سکس تراپی هم همینه، در زوج درمانی هم همینه. یعنی ما مثلا میایم اول قوانین درست رو میگیم و بعد زوج رو به چالش میکشیم که اوکی خب حالا نظرت چیه، و بعد نهایتا اگر چیزی هست که هر دو راضی هستن، خب اونها راضی هستن دیگه، درمانگر ناراضی اصلا معنایی نخواهد داشت. حتی اگر که یه بخشی توی این آسیب باشه، ما چیکار میکنیم؟ یه سیاستی هست به نام هارم ریداکشن یا کاهش آسیب. ما فقط کمکشون میکنیم که اون چیزی که توافق کردن با کمترین آسیب و بیشترین منفعت رو بتونن پیش ببرن. بنابراین اگر که تو فانتزی های جنسی داری و این رو با شریک جنسی خودت به اشتراک میگذاری و اگر اون قبول میکنه، اگر توافق میکنه که فقط در اتاق خواب، فقط هنگام برقراری رابطه جنسی این خیال پردازی ها رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم، میتونه که هیچ مشکلی نداشته باشه. اما یه زمانی هست که تو اینها رو به اشتراک میگذاری و همسرت نمیپذیره، حالا به هر دلیلی، به دلیل باورهای فرهنگی، به دلیل باورهای مذهبی، شاید هم به دلیل نگرش‌های نادرست، که حالا البته اون نگرش‌های نادرست امیدوار هستم که در این برنامه ناب علمی در هم کوبیده بشه، تابوها شکسته بشه و نگرش‌های درست جایگزینش باشه. در هر حال اگر که اون موافقت نمی‌کنه، خب تو حق نداری که اینها رو دیگه باهاش حتی به اشتراک بگذاری که بعد بخوای زورش بکنی. اگر میگه نه من دوست ندارم بشنوم چندش همیشه یا حالا هر چیز دیگه، البته اینجا میتونی از یک تراپیست کمک بگیری که آنالیز بشه، که بررسی بشه که چقدر فانتزی هایی که داری سالم یا غیر سالمه، چقدر موجزه که بگی یا نگی. ولی اصل مهم توافق زوجین، توافق 2 نفر بر سر یک فانتزی جنسیه. حالا نکته سوم، پس من تا الان 2 نکته رو گفتم. نکته سوم اینه که یک زمانی این خیال پردازی جنسی رو که در ذهن تصور کردی میخوای عملیش کنی. یعنی دیگه یک فکر نیست، دیگه یک اکت، دیگه یک فعالیت، دیگه یک رفتار، یک اکت جنسی قراره که باشه. حالا اونو باید چی کارش بکنیم؟ خب باز هم اینجا قانون قبلی صادقه. یعنی تو اگر که اینو به اشتراک گذاشتی، خیلی خوب اوکی، یه وقتایی هست ما به اشتراک میذاریم فقط در موردش صحبت کنیم، ولی یه زمانهایی هست صحبت نه، من میخوام که اینو عملیش بکنم. زمانی که تو اینو به اشتراک گذاشتی و زمانی که خواستی که نظرش رو جویا بشی که آیا موافق انجام دادن این فانتزی هست یا نه، بازم 2 حالت داره. یا اینکه اون فرد موافقشه که خیلی خوب اون فانتزی انجام میشه، یا اینکه موافقش نیست و تمام. چون بچه ها رابطه عشقی، رابطه عاطفی، رابطه جنسی چیز 2 نفر است. 2 نفر باید راضی باشن سر یه چیزی. نمیتونیم یه کسی رو زورش کنیم. نمیتونیم بگیم من الان رابطه جنسی میخوام، من الان خیلی خستم، من الان خیلی تحت فشارم و حتما باید تن در بدی به رابطه جنسی. نمیتونیم این کار کنیم. حالا بگذاریم که در بعضی از موارد ازدواج و رابطه یه جاهایی هم یعنی ایثار، یه جاهایی هم یعنی از خودگذشتگی، یه جاهایی هم ممکنه که فرد واقعا عشق و علاقه‌اش رو نداشته باشه، اشتیاق جنسی نداشته باشه، یا حالا در اون زمان بیمیل باشه یا هر چی، و به دلیل مراقبت از رابطه، به دلیل حمایت و حفاظت از رابطه یا به دلیل عشقی که به مخاطبش داره و در اون ایثار و از خودگذشتگی که لازمه هر رابطه پایداری مثل ازدواجه، بگذاریم که یک زمانهای این صورت میگیره، ولی در بیشتر موارد قانون اینه و اصولی هم که معمولا توافق میشه همینه که در یک رابطه چه جنسی چه عشقی و چه عاطفی 2 نفر باید سر یه چیزی راضی باشن. پس خواهش میکنم اون اجبارها و مقایسه کردنهایی که پس فلانی اینطوری میکنه چرا تو اینطوری، نه بذارینش کنار، اون پارتنر فلانیه و این پارتنر توئه. تو در هماهنگی زناشویی با این فرد باید قرار بگیری. شما 2 نفر قراره درک متقابل داشته باشین، شما 2 نفر قراره همدیگر بفهمین، شما 2 نفر قراره همدیگر رو حس کنین، شما 2 نفر قراره که بدنتون رو با همدیگه به اشتراک بگذارین. خب
تا اینجا من چی گفتم؟ تا اینجا گفتم که این باید چیزی باشه که رضایت وجود داشته باشه. حالا من یه مثالی میخوام بهتون بزنم که یه مثالی هست که همین فکر کنم دیشب یا پریشب یکی از دوستان در دایرکت از من پرسید و گفتش که شوهر من یک اختلال روانی خیلی شدید داره. پرسیدم که چیه اون اختلالش و گفتش که موقع اولا که توی گوشیش خیلی از فیلم هایی رو نگاه میکنم که فیلم های پورنی هستن که حالا همجنس ها، یعنی فقط خانم ها با هم دیگه رابطه دارن یا حالا هرچی، یا فیلم هایی که یه آقا هست و چند تا خانم هست و حالا اینا رو میاد به من میگه، تعریف میکنه، حالا چیزی که مثلا خودشون گفت خانم هایی که لس هستن، لزبیان هستن و اینها رو میاد برای من تعریفش میکنه و حالا اصلا تو رابطه ها میگه که تو این رو برای من داستانش رو بگو که مثلا 2 تا خانوم دارن مثلا حالا به اعضای تناسلی، اعضای بدن خودشون دارن دست میزنن یا حالا هر گونه عمل جنسی دیگه ای رو انجام میدن. خب اینجا واقعا اصل قضیه چیه؟ یک فانتزی هست که گفتم این رو میخواد عملیش کنه. گفت نه، فقط بگی که من دوست دارم، من اینجوری تحریک میشم. گفتم تو چه نگاهی داری بهش؟ گفت آخه این که نادرسته، این که ببین اون ذهنه، اون یک خیال پردازیه. یه چیز خیلی مهمی رو بهتون بگم که حتی ما توی سکس درمانی جزء تکنیک های درمان این هست که خیلی از جاها برای درمان سردمزاجی، برای درمان کم میلی های جنسی یا بیمیلی های جنسی این تکنیک رو، این راهکار رو ما با آدم ها معرفی میکنیم. البته فانتزی های 100% سالم و مشروع و درست جنسی رو ما معرفی میکنیم. این به چه دردی میخوره؟ ببین دنیای امروز یه دنیای خیلی پیچیده است. ما مشکلات خانواده و بچه و اقتصاد و سیاست و هزار جور مسئله و مشکل داریم. چطور ممکنه که آدم ها موقع رابطه جنسی دارن بتونن تمرکز خودشون رو رابطه جنسی حفظ کنن؟ خیلی کار سختیه. حالا اتفاقا امروز داشتم که در مورد سناریوی یک تکنیکی رو می نوشتم به نام تمرکز حسی. سناریو فوق‌العاده نوشتم که این رو به عنوان یک پست، به عنوان یک ویدیو ضبطش کنم و بذارم توی پیج که حالا چطور در 1 دقیقه بتونی افکارت رو از استرس ها و اون چیزای روزمره خارجش کنی اون زمانی که میخوای یک رابطه جنسی با کیفیت داشته باشی. اما گفتم که فانتزی های جنسی چیزی هست که حتی اون کسایی که سکس تراپیست یا درمانگرهای جنسی علمی هستن اینو به عنوان یک تکنیک معرفی میکنن. چرا؟ چون در اون جایی که در حین رابطه جنسی افکار و تمرکز از لذت جنسی، از رابطه جنسی، از بدن پارتنر برداشته میشه و روی حالت، حالا ما بهش میگیم هدایت خودکار، یعنی روی حالت قرار میگیره که ذهن ما مثل یک میمون سرگردان از این شاخه به اون شاخه میپره. قرمه سبزی چی شد؟ فردا چیکار کنم؟ امروز رئیسم اینو گفت، نمیدونم بعد از اینجا کجا. یعنی اون زمانی که اون افکار مشوش و افکاری که هی از این شاخه به اون شاخه میره، این فانتزی های جنسی که در سکس درمانی آموزش داده میشه کمک میکنه که در اون لحظه چطور فرد ذهن خودش رو از اون افکار منفی دور کنه و بتونه بر خود مسئله فرایندهای جنسی و لذت‌های جنسی متمرکز بشه. چطوری؟ از طریق یک سکشوال فانتزی سالم لذت بخش. درست که حالا این تکنیک‌های خیلی تخصصی هستن و توی حوصله برنامه امشب نمی‌گنجه و نمیخوام در موردش صحبت بکنم. حالا چی کار کنیم با این فانتزی های جنسی؟ ما تا الان فهمیدیم که چه حالت هایی داره، روی چه طیفی هست، چقدر درسته، چقدر نادرسته. توی دقایقی که از 1 ساعتمون وقت باقی مونده میخوام خیلی علمی صحبت بکنیم و یه جمع‌بندی بکنیم که چی کار بکنیم. چند تا حالت داره. حالت اول چیه؟ حالت اول اینه که ما گفتیم کلا فانتزی جنسی در 3 دسته قرار میگیره. حالت اول اینه که فرد یک تصورات جنسی خوشایند رو برای خودش در ذهنش خلق میکنه یا یک داستانی رو برای خودش مینویسه که اون داستان مهیج باشه، اون داستان ماجراجویانه باشه به لحاظ جنسی، اون داستان تحریکش کنه. تا زمانی که این رو در ذهن خودش نگه میداره
و به هیچ کسی انتقالش نمیده، به پارتنر خودش انتقالش نمیده، خب این گفتم پرایوسیش این برای خودشه، اصلا هیچ اشکالی نمیشه گرفت. اینکه اون چیپیش خودش فرض میکنه، ببین به لحاظ علمی اینطوریه ها، حالا نه یه زیر بنویسین که آخه اینا چه حرفایی کسی تو پردی. من اینجا معلم علم هستم، من اینجا مبتنی بر شواهد علمی باهات صحبت میکنم. پس تا جایی که اون در ذهن خودش فانتزیه داره مربوط به خودشه. حالا یه زمانهایی هست که میاد و این رو با همسرش مطرحش میکنه، اگر توافق کردن حالا میتونن که در مورد داشتن اون فانتزی، حتی در مورد عمل کردن به اون فانتزی ها با هم دیگه توافق کنن. اگر توافق نکردن تمام. و اون فانتزی هایی هم که در دنیای واقعی قراره که تجربه بشه، فانتزی هستن که ممکنه با آسیب باشن یا بدون آسیب باشن. اگر فانتزی های بدون آسیبه، بهتره که واقعا اون لنز رو تمیز کنیم، مثل اون دوربین گوشی من که من با یه قطره آب تمیزش کردم و واو چه عکسای خارق العاده الان دارم باهاش میگیرم. حالا رفتم اون گوشی قبلی هم میبینم همینه، واقعا شاید نیاز به خرید گوشی هم نبود. پس ما واقعا نگرش هامون رو درست کنیم و اگر که این قضیه میتونه فانتزی های سالمی باشه باهاش مخالفت نکنیم. ولی اگر یعنی فانتزی هایی که قراره تبدیل به عمل بشه که حالا چه چیزهای آسیب رسان هست و نیست و تحت چه شرایطی و چیکار کنیم که حتی آسیبش کمتر بشه، این همش تکنیک های سکس درمانی هست که میتونید با مراجعه به یک سکس تراپیست مجرب دستتون بیاد که حالا کدوم از اعمال جنسی مثلا سالم ناسالم چه مشکلاتی ایجاد میکنن، چی کار بکنیم که حالا اگر مشکلاتی ایجاد میکنن آسیب کمتری باشه، یا چی کار، یا مثلا اگه هر چندگاهی باشن میتونن مشکل نداشته باشن، یا حالا هر چیز دیگه که از حوصله این برنامه خارجه. اما اگر که آسیب رسان هستن، خب حالا بازم برمیگرده به همون اصول که شاید 2 نفر بخوان که این رو تستش بکنن، مثل برخی از فانتزی های جنسی که به مرحله عمل هم میرسن که حالت یک جور مثلا خشونت داره، مثلا یه مقدار سکس خشنه یا حالا هر چیز دیگه. اما حالا بعضی از اون هستن که خب دیگه خیلی آسیب زننده هستن. در این جور موارد چیکار کنیم؟ اینجا دیگه نمیتونیم بگیم توافق کنیم، اینجا نشون دهنده یک سری اختلال‌های جنسی، یک سری مشکلات جنسی، آدم‌ها ممکنه آگاه باشن ازش یا آگاه نباشن، که اینجا باز هم یک سکس درمانگر میتونه کمک بکنه که این رو درمان کنه، این رو تراپی کنه و این مشکلات رو حلش بکنه. دوست خوب من، میدونی چه؟ ذهن ماها توانایی فوق‌العاده‌ای داره که لایتناهی فکر کنه، توانایی فوق‌العاده‌ای داره برای اینکه بتونه تجربیاتی رو در ذهن خودش خلق کنه، تجربیاتی که همونطوری که گفتم شاید در دنیای واقعی عملی نباشه، ولی ذهن انسان میخواد که این رو حسش کنه، میخواد لمسش کنه، چه حتی اگر شده در خیالات خودش. ممکنه که شما مثلا دوست داشته باشید سوار ماشین چه میدونم حالا مثلا BMW بشین، سوار هر ماشینی بشین، یه ماشین خیلی خاص که ممکنه حالا در عالم واقعی نتونی بهش دسترسی داشته باشین، ولی ممکنه خودتون رو تجسم کنین که تو جاده چالوس دارین با این ماشین رانندگی میکنین، لذت میبرین. ذهن ما این توانایی رو داره و این یک مکانیسم دفاعیه که میتونه ما رو از فرستریشن یا ناکامی نجات بده. یعنی یه چیزیه، خب ما در عالم واقع خیلی از چیزها رو میخوایم که بهش نمیرسیم. یه فیلمی رو نگاه میکردم خیلی جالب بود، اسم این فیلمه چی بود یادم بیاد بنویسم استوریش کنم، یه چیزی و دیوانه، حالا چون آخر شب نگاه کردم یادم رفت، خیلی جالب بود. موضوع این فیلم این بود که حالا یه آقایی که مثلا بچه‌ش رو از دست داده بود و در سال گرده بچه‌ش فوت شده بود و حالا با یه خانمی آشنا میشه که حالا اینا میان به همدیگه یه چیزایی مثلا فانتزیاشون رو میگن، مثلا مرده در مورد این صحبت میکنه که همسرم بد بود طلاق گرفت، خانمه در مورد این صحبت میکنه که من دارم میرم کانادا، اگه اسمشو میدونین واسم الان بفرستین کامنتش کنین. و ته داستان، ته فیلم مشخص میشه که هر دوی اینها داشتن به هم دروغ میگفتن، فقط داشتن خیالاتشون رو میگفتن. ماجرای واقعی همین بود که اصلا خانمش طلاق نگرفته، اون روز اون آقا سالگرد بچهش بود و این انقدر دردناک بود که در ذهن خودش مثلا یه فانتزی ایجاد کرده بود که خانمم جدا شده از من. و اون دختر حالا چی؟ اون دختر زندانی بود،
و ماجرای کانادا و من میخوام برم توی کانادا چنین و چنان کنم فقط خیال پردازی هاش بود. حالا این فیلم صرف نظر از اینکه این محتوا چه اشکالی میشه بهش گرفت یا نگرفت یا نقد فیلم که الان کاری ندارم صحبت کنم، ولی به نظر من یه پیام خیلی مهم داشت و اون این که گاهی واقعیت به قدری ناکام کننده است، به قدری دردناکه، به قدری آزاردهنده است که مغز ما با یک مکانیزم ازش خودش مراقبت میکنه و اون مکانیزم چیه؟ اون مکانیزم خیال پردازیه. بچه‌ها فانتزی های جنسی توی تحقیقات نشون داده شده، من 10-15 تا تحقیق علمی که توی نشریات معتبر، توی مجلات علمی پژوهشی معتبر دنیا چاپ شده رو داشتم مرور میکردم، فانتزی های جنسی واقعا کمک میکنن به توانایی جنسی، کمک میکنن به اعتماد به نفس جنسی. اعتماد به نفس جنسی یعنی باور به توانمندی جنسی. فرق میکنه با عزت نفس جنسی که من امروز توی استوری ها گذاشتم، ولی این واقعا میتونه که کمک بکنه. بنابراین شاید بهتر باشه یه مقدار اگر که خصوصا خانم هستی حساسیتات رو کمتر کنی، البته با توجه به نکاتی که من در این لایو گفتم، در این برنامه گفتم، یعنی بیگدار هم نمیشه. اینها در واقع مثل یک چاقو هستن که باش میتونی میوه ببری که یه میوه خوب بخوری، ویتامین به بدنت برسه، باش میتونی بزنی مثل یه خنجر تو قلب روانی اون آدم رو بزنی، در به داغونش کنی. خیلی نکات حساسی رو من توی برنامه امشب گفتم. این برنامه رو 5-6 بار گوشش کن و واقعا نکته برداری کن. حالا ما توی برنامه پس متوجه شدیم که خیلی از فانتزی های جنسی نه اونقدری قبیحن، نه اونقدری کثیفن، نه اونقدری نشون دهنده اختلالات روانی هستن و خیلی از اینها نه تنها که هیچ آسیبی به زندگی مشترک نمیزنن، بلکه میتونن که به بهبود روابط عشقی و جنسی در زندگی مشترک یا میان زن و مرد کمک بکنن. خیلی از این فانتزی ها به شرطی که دوباره بگم اون نکاتی که گفتم رو اینجا رعایت بشه و البته به محض اینکه متوجه شدین که یک فانتزی جنسی دیگه داره بوی خیانت میده یا اصلا یه فانتزی های نامعمول، یه چیزایی که رابطه رو تهدید میکنه داره اینها به منصی ظهور میرسونه، این دیگه نقطه‌ای هست که نمیتونیم بگیم که میتونه رو بهبود کیفیت زندگی اثر مثبت بذاره رو بهبود کیفیت زندگی جنسی، که این هم باز نشانه هایی داره، معیارهایی داره که یه سکشوال تراپیست با بررسی و تحلیل وضعیت روانشناختی یک آدم و با بررسی اون تخیلات جنسی که داره و گرفتن یک هیستوری یا تاریخچه میتونه که بهش دست پیدا بکنه. منتها ما به این نتیجه رسیدیم که واقعا اینها اگر در یک متن درست باشن میتونه که حتی خیلی از رابطه ها رو نجاتشون بده، رابطه هایی که سرد شدن، رابطه هایی که آدم ها از همدیگه دور شدن و این میتونه به عنوان یک تکنیکی باشه که حتی آدم هایی که کم توان شدن به لحاظ جنسی، کم میل شدن به لحاظ جنسی، اگر در جای درست خودش و با ملاحظات علمی و اخلاقی خودش صورت بگیره میتونه که نجات دهنده باشه. خب ماجرای مراجعه کننده عزیز من چه اتفاقی افتاد؟ بیتا چه اتفاقی براش افتاد؟ با بیتا قرار گذاشتم، ایشون یک خواستگار جدید پیدا کرده بود و باهاش قرار گذاشتم که تا زمانی که لااقل روی نگرش‌های ناسالم جنسی خودش کار نکرده و تا زمانی که این لنزه رو تمیز نکرد که بدون قضاوت، بدون سوگیری، بدون اون چیزهایی که بچگی تو کله منو تو فرو کردم، تا زمانی که یک نگرش‌های سالم و درست و دقیق علمی رو پیدا نکرده وارد هیچ رابطه‌ای نشه. امروز ما نگرش فانتزی های جنسی رو بررسی کردیم. یکی از 40 نگرش غلطی که در مورد سکس وجود داره. حالا امیدوار هستم که توی برنامه‌های بعدی باز هم در کنارتون باشم، تابوهای نادرست جنسی رو بشکنیم، چون حق تو از این زندگی داشتن یک رابطه عاطفی و عاشقی و جنسی سالمه. این لایو رو برای مدت زمان کوتاهی سیوش میکنم، در اثر وقت ببین، نوت برداری کن و یک کلمه رو حتما وقتی که سیو کردم این زیر بنویس که آموزشی که امروز دادم در ذهنت باقی بمونه. اون یک کلمه یا اون یه عبارت چیه؟ فانتزی های جنسی سالم. پس فانتزی های جنسی سالم رو زیر همین
ویدیو بنویس که برای همیشه به ذهنت بمونه. خیلی دوستتون دارم، خیلی خوشحالم که در کنارتون بودم. نظراتتون رو واسم این زیر بنویسین، سوالاتتون رو برای من بنویسین، با همه عشق میخونم و تا جایی که زمان بهم اجازه بده در کنارتون هستم برای پاسخگویی. لحظاتتون پر از احساسات خوب و خدا نگهدار.